الرحیم. برادران نهایت گرامی و محترم، علمای کرام، مجاهدین، بزرگان و برادرای کوچک از من هستند به سنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش هستیم که با برادرای مجاهد خود نشستیم و صحبت میکنیم. ما اینجا آمدیم فقط به دیدن برادران. یقینا شک نیست که مجاهدین ما، برادرای ما، هم دفاع از اسلام نمودن و هم از کشور خود در دو جهات و امروز مظلومترین، محرومترین خانواده ها مربوط به مجاهدین حزب اسلامی هستند. البته وزن هر برادر مجاهد ما در ترازوی استعداد، قربانی و فداکاری بزرگترین قوت و بزرگترین وزن داره. اما از این که چرا محروم است، علتهای زیاد است، مبارزه است، جریان داره. الحمدلله همه مجاهدین ما ناامید نیستن، امید داره و در این شک نیست که هر وقت شب نیست صبح هم میشه. امید ما خیلی زیاد است، روز میاد که این محرومیت ها رفع میشه و دربار پروردگار الهی امید زیاد داریم. اینجا امروز که آمدیم اولا از مسئولین، از برادرای بزرگ ما، از ولایت پروان یک جهان ممنون و تشکری میکنیم که به ما همی زمینه را و همی سهولت را مساعد ساختن. خدا اینا را مطلب در دنیا و آخرت کامیاب داشته باشه و ثانیاً که همی برادرایی که مستحق هست، کل برادرها مستحق هستن، اینا را مطلب دیگه آوردن، تشریف آوردن. یک جهان ممنون هستیم و ما با همی پیام همدردی آمدیم. قسمی که رشیدی صاحب گفت پیام فقط پیام برادری، وحدت، امید و آرزوی بسیار زیاد داریم که انشاءالله در کشور ما امن میاد، صلح میاد. شک نیست، بدون شک که خدا متعال این سیاهی شب امروز یک روز به پایان میرسانه. یک آفتاب درخشان سر ملت مظلوم ما میکشه که تا مردم ما آرام با امن زندگی کنه و ما هم نظر به مو وظیفه و مسئولیتی که داریم در همین حالت که دست ما خالی است، به این امید که ما برادران خدا فراموش نکردیم. خدا متعال فردا دست ما پر باشه، هم در خدمت مجاهدین، برادران ما مستحق، کسایی که معیوب هستند، کسایی که ورثه شهدا هستند، در خدمتشان هستیم و این مسئولیت ایمانی ماست. در نزد خدا مسئول هستیم. اگر ما قلبا افراد خود، برادرای خود فراموش کنیم، چی در نورستان باشه، چی در بدخشان باشه، چی در فاریاب و کابل و پروان، هر جایی در گوشه این کشور ما که باشه، احساس مسئولیت در مقابلش داریم و همدردی دارم در مقابلشان، دلسوزی دارم. حقشان است، قربانی داده، فداکاری کرده، امروز محروم است، سر ما حق داره. از خداوند متعال دعا میکنیم که ما در کمبودی حق از ما را نگیره و ما را توفیق بده که در پولی برادرای خود باشیم. امروز هم در پولی شما هستیم، در خدمت شما هستیم. دعا میکنیم که خدای مشکلات به خیر حل کنه، مشکلات کشور ما. خدا متعال به او فامیلایی که در حالت دوچار و بیچارگی است، خداوند متعال وار از این حالت نجات بده. کسایی که مریض است، خدا متعال وار شفا بده. کسایی که محتاج و معیوب است، خداوند متعال درد از اونها را حل کنه، اونها را مثلا مشکلاتش حل کنه. شهدا و رسای ما را خداوند متعال خودش حافظش باشه و ما را توفیق بده که ما در خدمتش باشیم. بازم یک جهان تشکر.